کاملا جای خالی همچین ایونتی توی استانبول دیده میشد. قراره یه روز کاملا مثل اینکه خوش بگذره. تو وقتی 10 ثانیه مونده اینطوری کن. از اول. چرا اینجوری میکنی؟ چرا کات نمیدی امروز؟ دوباره خانم. من داره اذیتمون میکنه. من یه جایی بعد میفهمم. الان میخوام به نظرم فکر کنم با این جذاب‌تر باشه. بله. یه دقیقه صبر کن صدام رفت. پرستو مگه دقیقاً ایونت پیله چه فرقی با بقیه ایونتایی داره که داره تو شهر برگزار میشه؟ سلماز جون کلا ذات پیله اینه که تو توش رشد کنی، تغییر کنی و با شکل و جمایل جدیدی ازش بیای بیرون. حالا ایونتی که ما این سری ترتیب دیدیم یک پاپ آپ فستیوال هستش. ببخشید وسط حرفش برام پاپ آپ فستیوال یعنی چی؟ پاپ آپ فستیوال و فستیوالایی ان که یک روزه هستن، کلی برنامه‌های مفرح و هیجان انگیز برای همه تارگت آدم‌ها توش اجرا میشه، کلی غرفه‌های جذاب و متنوع برای خرید داریم توش. یعنی مامان بابا بچه یعنی صبح تا عصر وقت بگذرونن. من میدونم که شما با برندهای ایرانی بیشتر کار میکنید، تمرکزت بیشتر روی برندهای ایرانیه، درسته؟ یعنی مثلا بیشتر برندهایی که تولید کیف، کفش، لباس یا اکسسوار میکنن، درسته؟ نکته خوبی رو اشاره کردید. ما همیشه تارگتمون برندهای ایرانی بودن. برندهای مستقل ایرانی تو هر لاینی میتونن توی فستیوال ما شرکت بکنن. لباس، اکسسوری، کارهای هنری دستی، خوراکی، هر لاینی که فعالیت میکنن میتونن اونجا غرفه داشته باشن. چه قشنگ شد. اون وقت شما کانسپت خاصی هم برای این ایونت قائلی؟ دقیقاً. کانسپت فستیوال ما که اسمش پیله پالس هستش، کانسپت زندگی سالم هست و این دقیقاً کانسپت کلینیک شماست. خیلی هم قشنگ. من اولا که مفتخرم به این همکاری و با افتخار اعلام میکنم که ما میتونیم اسپانسر شما باشیم. باعث افتخار ماست. مرسی. امیدوارم که راهتون طولانی باشه و ما همچنین در کنار هم